به نام خدا. سلام، خوش اومدید به جلسه دوم از آموزش گیت و گیت‌هاب. توی این جلسه قراره با دستورات ابتدایی گیت آشنا بشیم. خب برای شروع من یک پوشک محتویات درونش یک فایل های HTML، CSS و JavaScript هست رو به عنوان پروژه خودم در نظر گرفتم و روی صفحه راست کلیک می‌کنیم و برای گزینه Open Git Bashir کلیک می‌کنیم. اگه احیانا شما همچین آپشنی را نداشتید، احتمالا گیتتون رو اشتباه نصب کردید. بهتون پیشنهاد میکنم که برید ویدیو جلسه قبل رو یک نیم نگاه بهش بندازید. در اونجا یک توضیح خیلی مختصری در مورد اینکه گیت چطوری نصب میشه و چجوری باید دانلودش کنیم توی این قسمت توضیح داده شده. خب اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که تقریبا همه دستورات گیت با کلمه گیت شروع میشن و در ادامهش حالا دستورات مختلفی که مورد نیاز هست فراخوانی میشه. برای مثال من دستور گیت هلپ رو میدم تا همه دستورات مربوط به گیت برای ما نمایش داده بشه. تقریبا ما 80 تا 90% این دستورات رو با هم کار میکنیم و تستشون میکنیم و بهشون مسلط میشیم. اولین چیزی که باید باهاش آشنا بشیم مفهوم ریپازیتوری. ریپازیتوری مثل یک مخزن میمونه که تمام فایل ها، اقدامات و تغییرات مربوط به پروژه‌مون رو داخلش نگهداری میکنیم. با استفاده از ریپازیتوری میتونیم نسخه ها و تاریخچه تغییرات پروژه‌مون رو مدیریت کنیم و توی حالا شرایط مختلفی که ممکنه پیش بیاد به نسخه نیاز داریم جابجا بشیم. مثلا من اگه الان بیام و از یک دستور گیت توی این قسمت استفاده کنم، مثلا گیت اد، میاد بهم یک پیغام خطا میده، میگه not git repository، بهم میگه که هیچ مخزنی وجود نداره. پس ساختن ریپازیتوری اولین گام و یک عمل اجباری توی گیته. برای ساخت ریپازیتوری هم از دستور git init استفاده میکنم. اگه شما توی فایل های پروژه‌تون نگاه کنید، یک فولدر به نام git init براتون ساخته میشه. اگه نتونستید این پوشه رو توی سیستمتون ببینید، بیایید توی تب ویو و تیک گزینه hidden items رو بزنید، چون این پوشه به طور پیش‌فرض روی حالت مخفی وجود داره. فعلا چون که گمراه نشیم با محتویات این پوشه زیاد کاری نداریم و میخوایم کاملا قدم به قدم پیش بریم و از دستورات استفاده کنیم. زمانی که ریپازیتوریمون رو ساختیم باید ببینیم که چه کارهایی باید انجام بدیم. از دستور گیت استاتوس میتونیم این کارها رو ببینیم. به طور ساده بخوام بهتون بگم، گیت استاتوس از یک معماری سه‌لایه استفاده میکنه. فایل پروژه‌مون توی یک لایه و در لایه بعدی لایه استیج و لایه آخر هم لایه ریپازیتوری. ما اگه بخوایم فایل هامون رو وارد ریپازیتوری کنیم، اول باید فایل هامون وارد بخش استیج بشن و بعد توی بخش استیج اگه مشکلی توی فایل هامون وجود داشت بهمون گفته میشه و بعد این فایل ها با دستور مورد نظرش وارد ریپازیتوری میشه. اگه من الان دستور گیت استاتوس رو اجرا کنم، الان توی این قسمت دقت کنید، 3 تا فایل داریم که میگه باید وارد استیج بشه: فایل index.html، JavaScript و پوشه JavaScript و پوشه استایل. با استفاده از دستور git add و نام دایرکتوریمون میتونیم این فایل ها رو وارد استیجش کنیم. مثلا توی این قسمت با دستور فرزن git add index.html میتونیم فایل index.html مون رو وارد استیج کنیم. حالا اگه دوباره بیایم و از دستور git استاتوس استفاده کنیم، بهمون نشون میده که یک فایل جدیدی به نام index.html وارد استیجمون شده. ببینید وارد استیجمون شده
و هنوز 2 تا فایل دیگه هستن که باید وارد استیجمون بشن. اگه بخوایم حالا دونه دونه این فایل ها رو وارد استیجمون نکنیم و فقط با یک دستور بیایم تمام فایل هایی که وجود دارن رو وارد استیج کنیم، خیلی ساده میتونیم از دستور git add و نقطه تمام فایل هایی که وجود داره رو وارد استیج کنیم. حالا اگه بیایم توی این قسمت دوباره git status رو بگیریم، میبینیم که تمام فایل هایی که داریم وارد استیجمون شده و به عنوان یک فایل جدید دقت کنید نیو فایل شناخته شدن. خب حالا که فایل هامون وارد استیج شدن و ما هیچ خطایی نداریم، ما باید این فایل ها رو وارد ریپازیتوریمون کنیم. چجوری باید وارد ریپازیتوریمون کنیم؟ خیلی ساده، با دستور git commit -m و اینجا باید یک پیغام بنویسیم که خب ما داریم الان چی کار میکنیم، چه کاری داریم انجام میدیم که این فایل ها به چه دلیلی به ریپازیتوریمون اضافه شدن. ترجیحاً باید این پیغاممون به زبان حال باشه. مثلا من تو اینجا می نویسم که add the project. اگه این دستور رو بزنم بهمون یک پیغام میده که میگه که حالا این دستور با موفقیت اجرا شده و هیچ اخطاری به ما تا الان نداده. خب حالا اگه بریم و دوباره وضعیتمون رو چک کنیم با دستور git status، حد می‌دونیم که به ما چه پیغامی نشون میده. خب اگه ما این دستور رو اجرا کنیم، تو این قسمت به ما هیچ چیزی میگه که شما هیچ کاری دیگه برای انجام دادن ندارید و عملا کارتون فعلا با گیت تمومه. خب حالا برای اینکه حتی این استفاده از این دستورها براتون بهتر جا بیفته، من میام توی فولدر پروژم و یک فایل جدید مثلا به نام single.html ایجاد میکنم، فایل جدید ایجاد میکنم و دوباره میام گیت بشیر رو میزنم و حالا دوباره میام از اول یک گیت استاتوس میگیرم ببینیم چه اتفاقی میافته. خب توی اینجا بهم میگه که خب یک فایلی هست که تازه ساخته شده و باید اد بشه. خب من میام توی این قسمت مینویسم git add و نقطه. خب این فایل اد شده، دوباره میام گیت استاتوس میگیرم. خب الان اینجا نگاه کنید، توی استیجمون این فایل قرار گرفته و یک نیو فایل رو اینجا به ما گفت که وجود داره. حالا من میام حالا به هر ویرویشگری که دارید توی single.html یک مقدار کد میذارم. مثلا HTML رو اول میارم، HTML فایل رو میارم و میام مثلا تو قسمت بادیش مینویسم یک تگ h2 میذارم و مینویسم welcome to stylish web. خب الان میام و درون فایل هام درون کنسول خودم یک گیت استاتوس دیگه میذارم و وضعیتمون رو تست میکنم، چک میکنم که چه وضعیتی کارهایی باید انجام بدم. میام توی این قسمت و توی این قسمت بهمون 2 تا پیغام میده. پیغام اول چیه؟ میگه که فایلمون با موفقیت به استیج انتقال داده شده، اما توی این قسمت مودیفای شده، یعنی توی فایل یه سری تغییرات ایجاد شده که ما باید این تغییرات رو دوباره اد کنیم به استیج. مصور میکنم منظورم به ریپازیتوریتون بود. خب چجوری حالا به ریپازیتوریمون این تغییرات رو انتقال بدیم؟ میام از دستور دوباره همون دستور git commit a و m 2 نقطه اون پیغاممون رو میذاریم. مثلا نویسم که add html code to this file و تو این قسمت با موفقیت این دستوراتمون انجام شده. حالا دوباره میام و گیت استاتوس میگیرم ببینم که چه کارهایی باید انجام بدم و
اینجا هیچ کاری نباید انجام بدم و با موفقیت تمام تغییرات و فایل هامون انجام شده. خب دیگه فکر میکنم برای این جلسه کفایت کنه. میخوام حجم مطالبی کم زیاد شه، میکنم خیلی آروم و قدم به قدم با هم پیش بریم. یک مرور کلی فقط میکنیم با دستوراتی که امروز باشون آشنا شدیم و میام دستورات رو اینجا براتون مینویسم که داشته باشید. دستور اول دستور گیت اینیت بوده که میومد برامون یک ریپازیتوری ایجاد میکرد. دستور دوممون دستور گیت اد بود که میومد فایل هامون رو به استیج وارد میکرد و دستور بعدی میکنم دستور گیت کامیت دش ام و اون توضیحاتش بود که میومد به ریپازیتوریمون اضافه میکرد. و خب تو این جلسه این ستا رو یاد گرفتیم. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. هر سوال پیشنهادی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید، بهتون جواب میدم. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید لایک کنید و کانال من هم سابسکرایب کنید تا از جلسات بعدی جا نمونید. موفق و پیروز باشید.